نه اینم NBA. این خیلی باحاله. میاد دست حالا باگ بود چی بود نمیدونم واقعا. اومدن که با هم دیگه بزنن قدش دستاشون به هم نخورد. سلام بچه ها، من وولفپلیرم و خوش اومدید به یه ویدیو ریاکشن دیگه. امروز قراره به شکست های دنیای گیم ریاکت بدیم، یعنی گیمایی که باگ و گلیچ های خنده‌داری دارن و این باگ ها اصولا اشتباهات کمپانی های گیم سازی هستن، یعنی بازی سازی هستن و این باگ ها مختص به یه گیم نیست، هر گیمی کلا باگای مختص به خودشو داره و این باگ ها رکورد شدن، ویدیوهاشون گلچین شدن و داخل یوتیوب آپلود شدن که قراره به این نوع ویدیوها ریاکت بدیم، یعنی قراره به باگ و گلیچ های گیم های مختلف ریاکت کنیم. پس اگه در انتها از این ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید که بریم با هم دیگه به گلیچ و باگ های گیم های مختلف ریاکت کنیم. Let's go. خب بچه ها بریم که با هم دیگه به شکست های صنعت گیم ریاکت بدیم. Let's go. چه گیمیه؟ چرا اینجوری میشه؟ هنوز شروع نشده ایتورو شکایز گیم فیز. این شکسته دیگه واقعا خیلی شکست بود. چرا اینجوری هن اینا؟ چه باگ مسخره ای داره. یا علی چیه؟ چرا اینجوری میشه؟ Easy. Morning. چی شد؟ یا علی چرا اینجوری میشه؟ چه گیمیه این؟ چرا اینجوری شد؟ وایسا UFC این؟ UFC باگ داره. الکترونیک آرتس باید این باگ این بازی رو ببینه یاد بگیره. چی شد قبلی؟ افتاد. Call of Duty Warzone. این خدا وکیلی باگ نبود یا باگ بود نمیدونم. خب مینو نمیبینی؟ همون جوری سرشو میندازه میره مثل بوز. جی تی ای هستی باگا زیاد داره طبیعی. سی اس کو هم از این باگا زیاد داشت قبلا. سی اس کو بودا پشو سایبرپانک. طرف تو کف اقیانوس بود چرا؟ چیه؟ چه گیمی؟ گیم سیمولیتور فکر میکنم این. باگش الان اینه که یه تعداد تابلو میاد جلو صورتش. ها میگه به اون قسمت نگاه کنید. با خودش درگیری داشت. چه باگی؟
باگ سینماتیک هم بود، یعنی تو قسمت سینماتیک بازی بود، مثلا گیم پلیش هم نبود، تو قسمت سینماتیکش باگ شده بود. یعنی یه شکست بزرگ واسه اون کمپانی بازی سازیه. کوبوند به چیز؟ کوبوند به دیوار. اینا فکر می‌کنم بازی ژوراسیکه. چیه؟ آره ژوراسیکه. تو بازی ژوراسیک دایناسور باگ میشه. این چه گیمیه؟ کال آف دیوتی کولد وار. طرف رو فینیش کرد و طرف همینجوری مونده رو هوا. حتی بازی گیمای آنلاین بچه‌ها قبول دارید که گیمای آنلاین بیشترین باگ رو دارن تا گیمای آفلاین. گیمای آفلاین مشخصه که اون شرکت اون گیم و مشکل دارش کرده، یعنی اون شرکت حواسش نبوده باگ رو رها کرد. ولی بازی آنلاین پر باگه. از قضا کال آف دیوتی، جی تی ای همشون باگ دارن، چون به سرور آنلاین باید وصل بشن. خب سرور آنلاین وصل میشی یا فرستنده نباید ایرادی داشته باشه یا گیرنده توک اینترنتته. بنابراین یکی از اینا مشکل پیدا کنن شما باگ رو تو بازی خواهید دید. ولی متوجه نمیشم چرا باید گیم آفلاین باگ داشته باشه. اون واقعا یه گیم آفلاین باگ داشته باشه یعنی خود این چیه؟ گیم ترسناکه فکر میکنم. نه فکر میکنم بازی فکرم ویچره، اساسن کرید والهالا. ببین این مشکل ها البته باگ ها به خاطر فایل کراپت سیستم هم هست، فایل کراپت گیم. چرا اونجوری میکرد اون الکترونیک؟ چرا اینجوری میشه؟ تو گیم دفارست، همون سان آف دفارست ورژن 1 باگ. چه صحنه سجی داره نشون میده آجی. باگ بازیه داشت به جای بد به جای بد داشت میکشید. چرا اینجوری هن؟ چرا گیم ها اینجوری هن؟ قدرت ماورایی داشته رو هوا داشت نایف میکرد. بوش یا علی این دیگه کلا باگ شد. یه باگ داشت باگش بدتر شد. این باگ رو چیزم داشت حاجی که میرفت زیر زمین. وایسا این باگ رو حتی من توی پابجی دیدم. این باگ توی پابجی هم بود. الان سر در از اساسن کرید والهالا در برده که میری زیر زمین. میدونم این چه باگ مسخره ایه. What the فاسموفوبیا. فاسموفوبیا باگ داشت. Sì, grazie, ma adesso devo proprio باگ مسخره بود توی مافیا 2 دفینیت ادیشن. وا چون اینجوری دستاش مشکل ژنتیکی داره، مهم نیست نگران نباش.
این آرپیه، جی تی ای آرپیه. پلیسا هی میرن میخورن به نرده برمیگردن. نگاه کن دور خودم. هر باگی مسخره تر از اون بود. تازه بازیش قدیمیه ها، مافیای قدیمیه اون گیم. گرافیکش در حد PS2 بود، پلیستیشن 2. چی شد؟ بذار یه ذره بزنم عقب. تیرش فکر کنم ریجیستر نمیشد، نمیدونم. تیرش ریجیستر نمیشد. اینم NBA. این خیلی باحاله. میاد دست. حالا باگ بود چی بود نمیدونم واقعا. اومدن که با هم دیگه بزنن قدش، دستاشون به هم نخورد. این باگ خیلی چرا اونجوری رو هوا؟ مثلا باگاشون فوق مسخره است اصلا. چی شد؟ وا چجوری اون همه پرت شد اون طرف آخه؟ چجوری پرت شد؟ بله. Well, I don't know. Not yet. It flew over the town and landed on the old dragon mound. I don't know what it's doing up there, but I'm not waiting around to find out. باید ویت کن. این کجاش باگ میشه؟ We gotta find some place to hide. چی شد؟ اینا همینجوری مردن. اصلا هیچی هم نزد. We gotta find some place to hide. اینا چجور همینجوری مردن؟ ببین یعنی تا ناموس باگی داره اصلا. یعنی تا ناموس باگ گیم. چه گیمیه؟ اسکایریم الدر اسکرول. این بازی باگ داشت. باگش هم این بود که هنوز نزده انمیا مردن. خود دوم 2016 هم کلی باگ داره ها وقتی که دیمنا رو میکشی. یعنی خب کمتره. این چیه الان؟ صورت نداره طرف، اصلا اون گرافیک نداره. وقتی گرافیک پیسیت نمیتونه صورت یارو رو لود کنه. تازه لود شد. مرسی که این ویدیو رو دیدید گایز. خیلی ویدیویی کمی بود این دفعه. امیدوارم که لذت برده باشید. ریاکت زیادی ندادم میدونم، چون آج و واج مونده بودم که اصلا چرا اینا پیش میومد. حالا مرسی که این ویدیو رو دیدید. فقط میخواستیم دور هم این باگای صنعت گیمینگ رو ببینیم که بدونیم از 2 سال پیش تا الان چه گیم هایی بودن که باگ داشتن و میخوام به خاطرتون بمونه که از این به بعد حواستون باشه و به کمپانی های بازی سازی بسپرید که آقا گیماتون رو درست کنید، یه آپدیتی بدید. CSGO که خدا رو شکر آپدیت شده، فکر کنم یه همچین باگی دیگه نداشته باشه، مرغه اونجوری راه میرفت. مرسی که این ویدیو رو دیدید. فعلا بریم اوترو. مرسی که این ویدیو رو دیدید بچه‌ها، گایزای عزیز. مرسی که این ویدیو رو دیدید. اینم از ریاکت ما به باگ ها و مشکلات و شکست های صنعت گیم. ببخشید من یه مقدار چیزم گرفته، صدام گرفته، گلوم درد میکنه. با این وضع اومدم توی رکورد وای به حالتون اگه لایک نکنید ویدیو رو. خدمت شما عرض کنم که اینم از ویدیوی گیم فیلز، شکست های بازی سازی صنعت گیم. خیلی باگ های ناگهانی داشت. خدا رو شکر خیلی از این باگ ها توی بازی ها فیکس شدن، مثل CSGO که البته CS2 اومده، ورژن 2 CS اومده و مطمئنا توی ورژن 2 بهتر شده. بقیه گیم ها هم که امیدوارم که باگاشون رو برطرف کرده باشن. این اصلا واقعا باگ هایی که یکی مثلا تیاری میزد وسط گیم کمپین، یکی مثلا گیم های آنلاین که هیچی، گیم های آنلاین همیشه
مشکل باگ دارن چون آنلاینن، ولی گیمایی که کمپینن بخواد مشکل داشته باشن اون واقعا تو کت من نمیره. اکسپریانس بازی رو خیلی بد جلوه میده اگه اون شکلی باشه. امیدوارم که مشکلشون اوکی شده باشه، یعنی امیدوارم که باگاشون برطرف شده باشه تا یه حدودی. مرسی که این ویدیو رو دیدید و امیدوارم که کلی خندیده باشید و تعجب کرده باشید از این ویدیویی که نشونتون دادم. مثل همیشه love you and peace out. تا ویدیو بعدی میبینمتون. لایک و سابم فراموش نشه.